و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اللهم اهدنی بالهدی و الهمنی التقوی و وفقنی للتی هی ازکی و استعملنی بما هو ارضی. مقدمتا خیلی خوشحال هستم که در خدمت دوستان، زائران و میهمانان پیغمبر اکرم هستم. خودم هم شرط ادبی که معرفی کنم، حسن پور هستم، خادم شما و پدر روحانی که اصطلاحاً ما اسم میذاریم توی این مجموعه. دو سه تا مطلب هست برای آشنایی و معارفه خدمتتون عرض کنم. ما در تهران کاروان‌هایی که مشرف میشن به حج 10 جلسه یا 12 جلسه باشون داریم. 10 جلسه، بعضی وقتا اگه مدینه بعد باشیم 12 جلسه، مکه 5 جلسه و مکه دوباره 10 جلسه. برای چی؟ برای آشنایی با مناسک مدینه مکه. ما با شما چند جلسه داریم؟ با شما اگه خدا توفیق بده 5 جلسه داریم، بعد فشرده باشیم. این یه نکته. نکته دوم، متاسفانه حالا یا خوشبختانه تو این 10 جلسه‌ای که توی تهران با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه روحانی و ظاهر، سطح ظاهر دستش میاد. بعضیا تحصیلات بالایی دارن، بعضیا کارمندن، بعضیا کارگرن و این پدر روحانی باید متناسب با درک و تحصیلات و ظرف وجودی این ظاهرها صحبت کنه. من میفهمم وقتی ظاهر اومد پیش من میدونم که چه نکته‌ای باید بهش بگم، تو چه سطحی بگم. چرا این حرف رو میزنم؟ چون جلساتمون کمه آخرش رو بذارید بگم. من یه بدی یا خوبی دارم، حرف آخر رو اول میزنم. اینجا اولیاء خدا، مراجع، کمالین از اولیاء میان پیش پیغمبر، فیس تو فیس با پیغمبر ارتباط برقرار کنن، حتی با عالم برزخ. این یه عده مثل من میان سنگا، نمیدونم روسترای قشنگ، نمیدونم روی زریح سبز رنگ رو ببینن لذت میبرن. یه عده که میان بعدم برمیگردن شاید چیزی متوجه نشن. یعنی اینکه هر کسی فراخور فکر و سعه وجودیش باید اینجا از این سفره استفاده کنه. حالا ما چیکار کنیم؟ من تا بیام با ظاهرم ارتباط برقرار کنم وقت تموم شده، بعد برم مسجد شجره مخل بشم. یه کار میتونیم بکنیم. من از خواجه ها یه خواهشی بکنم. من الان صحبت دارم میکنم، یه جوری دارم صحبت میکنم هر کی تو هر کلاسی بتونه استفاده کنه. حالا استفاده که یعنی در تذکری، شما بعداً به من تذکراتی میفرمایید. لذا دارم کور صحبت میکنم. ما یه جلسه ای رو یا آخر جلساتمون رو از حاجه ها اجازه بگیریم. بنده نظرم اینه جلسه پرسش و پاسخ باشه. هر کی هر سوالی داره ما در خدمتشون. به نظرم هم میاد میتونیم جوابگو باشیم از هر جا دوست دارید، از عرفان، از فقه، از احکام، مناسک، تاریخ. ما با حاجه ها با هم کمک میکنیم پاسخگو باشیم. چون الان شاید من یه حرفایی بزنم برای بعضیا خیلی ابتدایی باشه، بگن آقا بالاترشو بگو، بالاترشو بگن. بعضیا میگن آقا قبلی رو ما پاس نکردیم، چرا اینو به ما گفتی؟ اینه که من از حاجه ها انشالله با هم دیگه ازشون خواهش میکنم که جلسه ای رو بذارن آخر ساعت جلساتمون، چون ما وظیفمون اینه که خدمتگزار باشیم. این خدمتگزاری خیلی مهمه، خودش یک کاره. امام سجاد پسر امام حسین علیه السلام امام میرفت تو این کاروان‌هایی که نشناسنش، شروع میکرد ضرب شستن، کمک کردن. بعضی وقتا تو کاروان‌ها میشناختنش، میگفتن اینو میشناسید، این زین العابدین، این علی ابن الحسین. بعد که میدید شناسایی شده سریع میرفت توی کاروان دیگه.
لذا فرمود سید القوم خادمه، آقای قوم رئیس اونی نیست که خیلی ارد میده و اتاق تعیین میکنه و نه، سید القوم خادمه، اونی که خدمتگزار ایناست، اون آقاست، اون سیادت داره. لذاست که ما نظرمون اینه یه وقتی باشه هر کی یه خانومی یه سوال داره، حاج آقا احکام مسجد رو خواهد گفت، مکرر گفته خواهد شد ولی دیده شده آخر حج دوباره بعضی رو سوال میکنن آقا نمازمون اینجا شکسته است یا کامله؟ خیلی اینجوری سوال میکنن تا بیاد جا بیفته یه ذره طول میکشه. ما وظیفمون اینه بنده اگه یکی ازم سوال داشته باشه تا حرم رفتن میگن اینجا میشینم با هم دیگه یه چایی میخوریم و جواب دادن به شما رو بالاتر از حرم مشرف شدن میدونم. لذا میخوام بگم جدی همین، اگه سوال ندارید ساکی چیزی دارید بگید که ما جابجا کنیم، مثلا یه فضیلتی گیر ما بیاد میخوایم بریم مسجد شجره دیگه اندکاره، اونجا دیگه نمیشه الکی گفت لبیک، باید تو این 5 روز آماده باشیم، آخرش اینجا. این یه مقدماتی خدمت عزیزان خواستم عرض کنم. آقایون نمیشناسم و خب الحمدلله شما هم منو نمیشناسید، اگه میشناختید خیلی بد میشد. خدا یه کاری کرده که ما نشناسیم همدیگر رو. لذا فرمود لو تکاشفوا ما تدافنتم، اگر خدا پرده ها رو بالا میزد همدیگر رو میشناختید جنازه های همدیگر هم دفن نمیکردید. این عنایت خداست که ما یه عمامه داریم ولی نوکر شما هست. لذا اگر کسی سوالی چیزی اینجوری بهتر میشه، اون 10 جلسه رو جبران کرد. من که اینجوری دوست داشتم اگر استادم اینجا نبود میگفتم من حرف نمیزنم، هر کی سوال داره بسم الله. من بودم حرف نمیزدم، گفتم خانوما شروع کنید سوال کنید. مدینه اومدید، مدینه کجاست؟ برای چی اومدید؟ چی کار دارید اومدید؟ از جون پیغمبر چی میخواد؟ پیغمبر از جون ما چی میخواد؟ اینا مباحثیه که با پرسش و پاسخ بهتر حل میشه. این نکته خوبه که مقدمتاً، چون ما حرفا رو الان دوباره میزنیم، ظاهران رو دوباره شب میان، دوباره باید فردا این حرفا رو بزنیم. اینه که خواهش میکنیم که همه با هم دیگه سر وقت بیاییم که خیلی از مشکلات انشالله حل بشه. من دوست دارم برای مقدمه یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. ما تحصیلات دانشگاهی داریم، تحصیلات حوزه‌ای مثلا داریم. تو حوزه که وارد میشیم ما 10 سال مقدمه ورود به احکام خدا رو میخونیم. 10 سال، 4 سال عربی میخونیم، بعد منطق میخونیم، بعد رجال میخونیم، درایه میخونیم، اصول میخونیم، فقه میخونیم. بعد از این 10 سال وارد درس خارج میشیم، خودمون استنباط کنیم. چرا نماز تو مکه شکسته است؟ کجای مکه نماز شکسته است؟ کجا به بعد کامله؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ شیعه اینطوریه، نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان دلیل. لذا ازتون خواهش میکنم هر حرفی که من زدم دلیل نبود نپذیرم. او آنجا چرا؟ بشینیم با هم بحث کنیم. ما کارمون حج یعنی این، اینا الکیه. آخوندا گفتن بریم اینجا 7 دور بچرخیم بعد 2 رکعت نماز بخونیم، اینا نیم. حج یعنی این که بیاییم اینجا یه خونه تکونی کنیم، یه خونه تکونی درست حسابی. حالا اینو داشتم میگفتم. بعد که وارد درس خارج میشیم شروع میکنیم همه ابواب فقه رو بررسی کردن. یعنی چی؟ نماز ما حدوداً 6 سال با استادمون خوندیم. مرحوم تبریزی آقا من 6 سال درسشون بودم. بعد 6 سال تموم شد، نه استادمون از دنیا رفت وگرنه باز ادامه داشت. بعد روزه، بعد دیات،